شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر. اکای سیما سربازان آمده ایستادند. ایستید، نپرانید که صدای تیر را میشنوند. هر دو را به درون غار برید. زودتر راغر مادر جان به درون دارم. چی؟ سربازان آمدن سینان؟ بله، شاید برای دختر آمده باشند. رئیس چرا زنگ نزد؟ گوش میکنم. الکی آمدند؟ چرا بر وقت خبر ندادی رئیس؟ باید زود گریزیم سینان. نمی گریزیم بدی مبارزه میبریم. ما تنها 4 نفریم چخیل میجنگیم. وقتی که به ما هجوم کردند که چه از پسشون به آنها حمله میکنن. فهمو، یعنی سربازان رو با دام میافتونیم. با دقت باشید بچه ها. اطاعت سردارم. محمد، درسون، مراد، جایتان را اشغال کنید. چیکار کرده ایستادند؟ آنها غار را میکابند. بیا. تو سینان رو تبابت میکردی طاهر. باز چرا او ما رو اذیت داده ایستادند؟ با سینان شرطنامه بسته بودیم. باید بین هر دومون همچون سیر میموند. معلوم میشد که کسی از اهل ده از این سیر با خبر شده است و از این کار سینان را آگاه کرده است. مگر تو درباره این سیر به یگان کس گفته بودی؟ شما زودتر از پسی کار شوید. زودتر از اینجا میرویم. زود. ما را به کجا میبرید؟ چیکار کردید؟ تو کردی رسید؟ و مادرت گوی کی دمش را گیرد. بگوی دختر وگرنه من ندارم چل او را خاموش کنم. از این جای خود میرویم. از روی خریط غار باید در همین نزدیکی ها باشد. در اطراف کسی نمی نماید. راه ما را دوام میدهیم. اطاعت سردارم. درسون، اینجا هم رفیق سردار. محمد گوش کنید. امر نمای سردار. گوش کن محمد. با درسون هر دو پیشرفت باشید. اطاعت رفیق سردار. سردارم به جای درسون من میروم. ما را از هم جدا نکنید. یکیش به سوی مرگ رود، دیگرش هم از پسش میرود. مایلش محمد همراه روید، لیکن با دقت باشید. اطاعت رفیق سردار. رفتیم محمد، رفتیم برادر. خودت چی گپ کردی؟ داد و وای نکند گفتد دهانش را بستم سینون. شما تقسیم میشویم. دختر را شما میبرید. خوب شد از رفیق سینون. شما رفته در کمینگاه پنهان شوید. فراموش نکنید که اول من پراندن را آغاز میکنم. روید. اگر به گفتم گوش نکرد پرانید. فهمیدم بیدی. راگرد ده. زودتر. پیش راگرد. اونو رها کنید. راگرد. کدی خیز جایا. مادر جان. راگرد. خیز از جایا. کدی راگرد. هر دوی آنها رو اینجا بیارید. راگرد بگوید دمت را گیر زنی ابله. شرف مدیا تقدیم میکند. راگرد بشتر را. راگرد. بیا به این نگر گفته اینجا بیا. کار کردت را ببین. لباس و همه چیزهای عظیم را به من بیارید.
با مکش میفرستم. شرف مدیا تقدیم میکند. باید با کانال شرف مدیا آبونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. رفتن رو فراموشون گفتم. از این پس تو با ما میمونی. از من فایده ای نیست. در اینجا موندن نمیخواهم چون که با شما باوری ندارم. باور میکنی. هر آن کسی که در این جایها زندگی میکند با ما باوری دارد. با کدام کارتون باور دارد؟ با ظلم کردنتون یا اینکه بعد از هجوم شما گرسنه بی‌فرزند موندنش باور دارد؟ دمت را گیر وگرنه. لبای سربازان شما را احاطه نمودند؟ یک نقشه دارم کیچا. سربازان را به دام میافتانیم. تو نیز هر چیز زودتر از پسی کار شو. از پسی سربازانی احاطه نما تا در بینمان مانم. یعنی آنها را به دام میافتیم؟ بله. خیلی خوب. چند نفرند؟ فهمم. خواطر نشو سینان. حاضر میآیم. این کارو نکنید. گناه است. همه‌شون پدر و مادر دارن. همه اونها مسلمان نیستن مگر آنها هم برادرانمان حساب میشوند. چه خیل برادر؟ تو از خون خدا نباشد. او برادرم حساب نمیشود. زود رفتن آقا را پیدا کنید. شرف مدیا تقدیم میکند. مرا حمایه کن محمد. رفیقانمون را انتظار میشه. شاید یگان نقشه دارم. من از تیر دشمن نمیترسم محمد. بین تو خطا کردی علی. انا همین نیست. از تو اینجا خطا است. بین زینب ایستید. اگر آخرین آرزویم رو پرسند چی میخواستید؟ تنها صحت و سلامت به ده برگشتن رو میخواستن زینب. رفت زینب. با آنها باور نکنید. همین که به شفا یافت اونها شما رو میخواستند. فکر رو نکن. رفت زینب. زودتر رفت. زودتر رفت. خیر. معلمه لبای عمر وظیفه خانگی رو تیار کردم. تفتیش میکنه؟ بدتر تفتیش میکنم. حاضر شما با بیرون برآمده بازی کنید. بله. چرا خودش تنها به که برآمد؟ باید چی کار کرده باشم؟ خدایا به طاهر مدد رسان. آن غار را یافتیم احمد؟ بله. غار را پیدا کردم. چه حال هم زنگ نزده است؟ وقتی که رسد زنگ بزند. خیز میرویم بدی. خیز رفتیم.
اینجا کسی نیست سردارم؟ بله نیست. این غار خالی است سردارم. باز این دوم نباشد. از دیگر طرف غار برآمدگاه پیدا کردیم. نفرانی در دیگر طرف بوده. با دقت باشید. شما سمت شمال آیید. سردارم ببینید چی افتاد. ایزی پایشان هم معلوم است. به دست خائنان افتادند. ظالمان فرزندانم را زنده می‌گذاشته باشند. کی به آنها یاری می‌رساند؟ چرا نشسته زینا رفته آنها را نجات ده؟ دخترم به تو چی شد؟ مادر جان من از تکان آمد. دختر جانم چی شد با تو دخترم؟ خدیجه چی واقع شد کمسر؟ من دیگر از آغاز کردن نمیتوانم گریختم مادر جان. دخترم مرا با اون التماس نمیدیم دختر جانم. تیار شو بیدی. کلی بجا هستین نزون. изҳо бар алло маълум аст сардорам. ба фикрам ба ҳамин тараф гурехтанд. این خیلیز ماندنشان شبهناک است. باز نقشه نکشیده باشند. با دقت باشید. نزدیک شده ایستادند. دستگیر میشویم سیدون. چه دیر کرد؟ زگنشان میرسد. در کجای کچه؟ اما از یاد نبرارید که پراندن رو اول من آغاز میکنم.
دیلو؟ زینب با تو چی شد دیلو؟ هیچ، کمی خسته شدم. اینجا بشین زینب. یگون خبر نیست دیلو؟ متاسفانه نه. با مکتب رفتم، درسم رو گذرونیده نتوانستم. فکرم دائم باست و سرش یگون بلا می آید یا خبری ناخوشی میشنوم گفته در هراسم. تو او رو از فکر و خیال دور کرده نمیتوانی. با اون به معامله خوب هم کرده نمیتوانی زینب. چه کار کنم دیلو؟ من باز چقدر زندگی میکنم نمیدونم، لیکن من باید یک کاری کرده. او رو از خودم دور میکردم. حاضر تنها یک آرزو دارم، آن هم صحت سلامت برگشتنش است. اگر نجات یابد با او گپ میزنی؟ نمیدونم دیلا، از من چیزی نپرس. اول طاهر نجات یابد. سرم را نبران. پراندن لازم سینان. استا باز کمی دیگر نزدیک شوم. سراسیمه نشو. شیما باز چرا انتظار من؟ پراندن را سینان آغاز میکنم. انا آمدم. پنهان شود. حالا ایست دکتر. محمد محمد صبر کو برادر. خیز ما رو ایحاطه نمودم. چرا رفیق خانم به یاری ما نمی آید؟ بعدم افتاده محمد. این آخرین تیرزانم. آخرین تیرزان. برادر مرا اینجا بذاری خودت رو نجات ده. این کار رو نامرد میکنن محمد. اگر شهید شدن نصیب ما موشد شهید میشویم. شهید میشویم لیکن از تیر برادری خود شهید شدن مرا آزرده کرد محمد. وضعیت بد است. باید کمک طلب کنیم. چه کمک؟ تو میفهمی چه ها میگویی سرباز؟ آنها ما را به دام افتادند. مقصدم این نبود سردارم. میدانم از چشمانت این مردانگی را میخونم.
شما فکری مرا کرده ایستادید، من باشم فکری شما را. هممون برای آسودگی وطن عزیزمون کوشش میکنیم سرباز. من هم شما را زیر خطر گذاشتن نمیخواهم. هر یکی ما وظیفه ما را اجرا میکنیم. فهمو؟ قطعه 48 بشنام قطعه 48 با یک گروه خودی سلادارا مبارزه برده ایستادیم. مکانی زد و خورد تحت نظارتمان قرار دارد. خودتون رو پرسیدن نمایید. این حال خطر ما را تعدیل نکرده است. غالبیت را به دست آوردیم. وادی نر موضع سرحدی، یعنی راه گریز سلاحداران است. فهمیدم قطعه 48 فهمیدم. دکتر تو را زنده نمیمونم دکتر. خوب هستی دکتر؟ تشکر خوبم. دامادی بی ناموس در خانه 3 زن دارد و باز زنی 4م گرفتن میخواهد. میدم اگر این گونه آدم بودنی عزیز را میدانستم تو را به او نمیدادم. خدیجه‌ام دختری بیچاره‌ام، چرا پیشتر خبر ندادی؟ چرا اینقدر وقت خاموش ایستادی دخترم؟ چی میگفتم مادر؟ اگر میگفتم چی میشد؟ در وقتش مرا فریب داد. با من نگفته بود که زن دارم، نگفته بود. میفهمید؟ شکر با کمکش پول خونبه ها رو پرداختیم. اگر او نمی بود چی کار میکردیم؟ البته چطور میپرداختیم. این خونبه ها ما را بینوا کرد. قریب همه چیز را از دست دادم. شما را صاحبی کرده نتوانستم دخترم. من از کجا دانم دخترم مناسبتتان بد نشود گفته و خانه‌ات نمی رفتم. غم دوریت را کشیدم. به خود گفتم که خدیجه هم در دوری باشد، هم خوشبخت باشد، برایم برسد. به همش طاقت کردم. گفت که مادرت به این خانه نهایت راضی شدم. تو به خونه مادرت نمیروی. گفت به این هم راضی شدم. لیکن وقتی که باز دم میگیرم گفت به اینش طاقت کرده نتوانستم. آن ظالم مرا چنان لط و کوب کرد که به خونه ها خوشته شدم. دخترم، فرزندم، کاش دستانش میشکست که تو را زده نمیتوانست. دخترم، مادرت چه روزی خوش را دیده است که تو بینی. گریه نکنید مادر جان، تقدیرمون همین بود. برفین در کجاست؟ را چنان پزمان شدم که برفین از دستی بیشاگی ها گریختم. به دستی سلاح به دستان افتیده از دخترم. مادر جان که این چی بلایی بود که به سرمون آمد؟ شاید این گپ دروغ باشد. شاید در تو در یکونجا پنهان شده باشد. نه دخترم، افسوس او در دستی سلاح به دستان است. میدونی پیسرم هم در دستی آنهاست. پیسرتون؟ کدوم پیسرتون؟ و شما چی شد مادر جان؟ براتم برگشت دخترم. او رو تنها نگذار، من حاضر می آیم. آهسته تر اینجا خوبونه.
هم زخم برداشتی؟ من خوبم آقای دکتر. شما رفیقانم رو از نظر گذارونید. مادرم رو پیدا کردید یا نه؟ افسوس که او را نیافتم. با کجا رفتند؟ باید در کوه باشند و جستجویش میبرویم. شما را میفهمم، لیکن در تاریکی کوه ها خطرناکند. حیات بچه ها را زیر خطر نمیگذارند. به این هم 2 رفیقمان شهید شدند. همدردیم رو قبول کنید. جایشان جنت شود. توقف کن. خودت را به دست گیر. حاضر میرسیم. خودت را به دست گیر محمد. تو صحت میشوی. میدونی برادر چه خوب دیدم که با تو اشتباه شدیم. خواهرم را به تو دادن میخواهم، لیکن نمیدونم او به تو معقول میشود یا نه. دیگه من به او معقول میشده باشم؟ معقول میشوی؟ تو بر این جوان مرد به کی معقول نمیشود؟ مایلش برادر، مایلش. خودت رو عذاب نده. اول صحت شو که مرا به دهاتون بری. دیگر نمیتوانم، قوت ندارم، میمیرم. حقت رو حلال کن برادر. به مادرم گوی که بس کن محمد، کم نزن. خودت رو عذاب نده. صحت میشوی، نمیمیری. البته نمیمیرم برادر، مگر شهیدان نمیرند؟ البته نمیمیرم احمد. شهیدان نمیمیرم احمد. کنی خیز برادر. توقت کن. خدا شفا دهد درستان. تشکر سردارم. صحت میشوی درستان. پروا نکنید، حالم خوب است سردارم. نه تمام. خدا شفا دهد. تشکر. خوب هستی؟ خودت رو به دست گیر برادر. توقت کن. درایم میوین که اگر جمع کنن چی؟ لیکن طاقت کردن نمیتوانم. به خود افتنم موزیم. مایلش شرم. برکلا. صبح خیر. بخیر است قزبان؟ یگان خبر آورده باشی بگوی. گفتنی بودم که گفتنی باشی زودتر گپ زن قزبان. بای سربازان دختران نجات دادند، او را به دیه آوردند. خیر من اکنون روم. با اجازت شما. باز بیا قزبان. او جوانی با قوت از زود صحت می شود. شما چه حال دارید؟ خوبم. خسته می نمایید، کمی استراحت کنید. نباید بیمار رو تنها گذاریم. تو رفته با رفیقانش خبر ده تا اومده او رو ببینند.
چی گپ شد دیلا؟ سرباز مجرا چه حال دارد؟ خدا را شکر خوب است بابا. شکر. می توانید به نزدش دروید قماندان. تشکر همشیره. تو هم بیا محمد. اطاعت سردارم. بابا این زن در همه جا حاضر است. شرم نمیداری رئیس؟ این طور نگوی. بابا شنیدم که دختر را نجات دادند. برفین رو چی؟ او در کجاست؟ او را هم نجات دادند؟ متاسفانه نه دخترم. مادر دختر هم در دست سلاح دارد است. خوب هستی محمد؟ سردارم اینجا کجاست؟ اینجا دهه آبی کلان محمد. ما دکتر را نجات دادیم. دکتر باشد تو را. که به قسممان برمیگردیم. سراس من نشو محمد. یک چند مدت مهمون این ده میشوی. زخم نشد زلال. سربازان ما در کوهن. هم برفین و هم مادر دکتر را نجات بدهند انشالله. انشالله بابا ابراهیم. انشالله. رئیس لبای آقای قماندان. دهه محمد در همین منطقه بود. بله قماندان. دهه ورگینیست. محمد اهلی اولش را دیدن میخواهد. از شما خواهش دارم که آنها را اینجا بیارید. شما بے پروا از پس کارتون شوید. این طرفش را خودمون حل میکنیم. راست. شما خواطر نشوید. خواهش میکنم مادرم رو نجات دهید. خواطر نشوید. هرچی از دستمون آید میکنیم. محمد امر نمای سردارم. رفیقت را تنها نگذار. برای محافظت نمودنش تو را در دهه میگذارم. اطاعت سردارم. در پناه خدا باشد. با اجازت. خدا نگهبانتون. آقای سفید. آقای سفید. سببگوری همه این شما هستید خانم زلال. اکنون خوشحال شدید؟ خیزبان راست گفته بوده است. آن بیناموس باز به ده برگشته است. لبای؟ شهباز رو ممکن است. پدرم نیستن. اگر گفتنی داشته باشد به من گوید. تو قیزبان هستی؟ بله منم. با گوی که پسرمون رو از دست داده. پسرتون رو؟ پدرم پسر دارن؟ شما کی هستید؟ پدرت به تو نگفته است دخترم همسرش همشیره بانو. درخواست دارم. در خورتولیم از پدرم نام همشیره بانو رو شنیده بودم. یکی شما با پدرم کی؟ چطور؟ خانه دار شدید؟ پس از گریختنی مادرت پنهانی خانه دار شدید. باید به تو میگفت نخود نگفته باشد. اما مادرم نگریختند. مردند. شما ما رو میفهمید؟ گپ زنید خانم. خانم گپ زنید. چرا گپ نمیزنید؟ حرارتت خوب است محمد. زخمت درد میکند؟ کمتر درد میکند آقای دکتر. به زودی شفا مییابی. خواطر نشو. برادرم رو نجات دادید. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. خدا از همه شما نیز راضی باشد. برای ما شده جونتون رو به خطر میگذارید. به خاطر ما حتی به مرگ تن میدهید. نزدیکانی محمد آمدن آقای طاهر. رفتیم. آقای دکتر این کس پدر محمد آقای زکا می باشم. السلام علیکم آقای دکتر.
و علیکم بر سلام. انشالله صحت می شود. انا این کس خیش محمد می شوند. خیلی شادم آقای دکتر. من هم انشالله خوب می شود. آنها محمد را دیدن می خواهند. اجازت میدید آقای دکتر؟ مایلش. اما اول پدرش درآید. ها البته بعد شما هم میدرید. مایلش اما کلیزیرکو مایلش. فهمیدم لیکن به نزدش در آمده چی میگویم؟ با بهانه بیماری به نزدش در آمده او رو بین. اگر چیش گوید دوری گوید چی؟ گوی سرم درد میکند. مایلش فهمم. خدیجه تو به من وعده دادی. خدای توبه گفتم با کسی چیزی نمیگویم. خدیجه عزیز تو در اینجا چیکار میکنی؟ از من پنهانی به اینجا چرا آمدی؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ دیوانه شدی مگر؟ من شوهرش هستم. ندم میگویم نه دخترم برده دخترم را تو دیوانه شده ای مگر؟ بس کن میگویم بس برده دخترم را نرس به دخترم ظالم خالت نکنه خالت کاردان صبر کن چیکار کرده ای عزیز صبر کن میگویم او همسری من از شما کاردار نشود بابا. ایستا عزیز ایستا ای بس شرم نمیداری با بابا گپ میگردانی. او همسری من است بابا خودش کی است کسی با من دخالت کردن نمیتواند. بابا بی حرمتی نکن ابله برای خدا بس کنید. تو چرا از خانه میگریزی؟ این زندگی است میشود جنگ هم میشود کمبودی هم میشود. طاقت کن دخترم. بیا دخترم زلو تو به خانه رو شما باشد محمد رو تنها نگذارید. بیا پسرم بیا با تو کمی صحبت کنیم. کنی رفتیم پدر چی شده است؟ دخترم از تو میپرسم چی شده است؟ گپ زن. تو چیزی رو از من پنهان میکنی؟ گپ زن به تو میگویم. همدردیم رو قبول کنید. تو چی گفتی؟ زن زدن. شما زن داشته اید. پسرتان مرده است. پسرتان مرده است. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ این گپ ها دروغ است. او زنده است. کلی یک شرفی است. الو یک تراپیست. پیسرم گریه نکن دخترم گریه نکن دخترکم. دیده چقدر ظالم است مادر. من چطور با دستش برگردم؟ بس کن دخترم بس کن فرزندم گریه نکن. کنی گپ زن دخترم. برادرت را دیده تلو نیستی. از دستی اون ظالم دیده نتوانستم مادر جان. نگاه چشمم به یک دکتر افتاد. همون دادرم بود. بله همون است. پسرم دکتر شده است. برات بودنش رو ندونست که چطور به این دیه اومده است مادر. تقدیر او را به این دیه آورد دخترم. همه این با خواست خداوند است. چرا با اونم میگوید که مادرت هستم؟ این آواز از زود پهن میگردد. اگر بیشاگی ها از این با خبر شوند براتم رو میکشد. خودت میدونی که کودک مرده است گفته بودیم. خدا نشان ندهد اگر با خبر شوند پسرم را زنده نمیمونند. خدا از قماندان مصطفی راضی باشد. انسانی خوب بوده. برات رو خوننده صاحب علم کرده به بای رسانده. البته خدا از او راضی باشد چون فرزندی خودش او را نگاه بین نموده. کیستان جا چه هستی؟ بیگانه نیستم. این منم خاله زیلو.
اگر به دخترم دست رسانی به تو رحم نمی کنم. برای جنجال آمدم، عذر خواهی آمدم. من بی عقلی کردم، خدیجه مرا ببخش. تو را دوست می دارم. زنم را گرفته به خانه بردن می خواهم. خواهش می کنم نه نگوید خاله زیلال. شما هر دو زن و شوهری کنی آشتی شوید. گوش کن عزیز، اگر باری دیگر به دخترم دست برداری مرا دشمن حساب کن، هم در این دنیا و هم در آخرت. کنی دخترم رو دخترم. بیا مادر جان. بیهوده زحمت نکشید، تلفن قطع شد، کار نمی کند. پدر، اون زن کیست؟ از کی باز پسر دارید؟ وقتی خورد بودی مادرت وفات کرد. اون وقتها گانو در ده همشیره بود. با مصلحت پنهانی نکاح کردیم. بعد صاحب یک پسر شدیم. لیکن کودک از روز تولدش بیمار بود. از این رو گانول به شهر رفت. به خاطر کودک مجبور شد که در شهر است. همه شده. با اون زن که خونه دور شدید پدر؟ بعد از وفات مادرت. مادرم وفات کرده است؟ مادرم وفات نکرده است. گریخته است پدر، گریخته است. تو چی میگوی قزبان؟ تو چی گفتنت را میدانی؟ چی این رو به تو گفت؟ همون زنی که شما را همسرتون نحسابید. قزبان مادرت وفات کرده است، گفته مرا فریاد دادید پدر. این طور نیست قزبان. تو چی ها میگویی؟ مرا فریاد دادید، فریاد دادید. قزبان 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 بدرون درا روید دفت شوید از اینجا. تو از من میگویزی به ناماس میخوش آمد. خدا دار میابزم باز از خانه میگویزی. چی گپ است؟ چی میخوای؟ سلام برادرم عزیز. خوش آمدی. تشکیلات اندازی جمع کرده را میخواهد. بله، لیکن همش را جمع کرده نتوانستم. عزیز، اندازی این ماه را دیر سپرده ایستادگی. یگان چارهش رویابی خوب میشود. میدانم، لیکن مردم پول ندارد. تشکیلات پول لازم. با تو 2 روز مهلت، نباشد به سرت بلا میآوری. من اکنون چی کار میکنم؟ سینان و آدمانش را پیدا کرده نتوانستیم. گویا به زیر زمین فرو رفته باشند. آن خائنان در کو پناهگاه های زیاده دارند. باید مادرم رو نجات دهیم. شما را میفهمم که در فکر مادرتون هستید، لیکن خواهش میکنم کمی دقت کنید. این حال از دستمون کاری نمی آید بابا. راست میگویی آقای قماندان. شبی خوش. با تو هم شبم. محمد. امر نمایی سردارم. آقای دکتر گفتن که محمد را روزهای نزدیک جواب میدهم. پگاه همراه یک چند نفر محمد را به خانه‌اش میبره. با تو 10 روز اجازت. او را تنها نگذار. اطاعت سردارم.
محمد را به خانه بریدمند. خدا را شکر که پسرتان نجات با کمک شما قماندان. زکا، خدا فرزندت رو به تو برگردون. انشالله پگاه جوابش بدهم. خدا از دختر راضی باشد. فرزندم را نجات داد. خدا از راضی باشد که بسیار هم دختری خوب است. در این منطقه کسی را مانند او ندیدم. بله. امشب مهمانی من میشوی زکا. سحر با خواست خدا پسرت را ببری. انشالله بابا. لیلا، خیلی خسته شدند. رفته استراحت کنید گفتم گوش نکردند. طایر سلام. رفته کمی خواب کن. من خوبم بابا ابراهیم. کمی خیز تو رو به خانه میبرم و هم در راه کمی صحبت میکنیم. کمی خیز. بایلش. زینب، وقتی خواب شده است. علی را خوابان. مایلش پدری. خواب خوشک. تو هم. علی، چی شد امک جون؟ باز چی میشد؟ آن دختر بی ناموس به دهه برگشته است. او حالا در دهه است. دختر اپت را فریب داد. اویله همان را داغدار کرد. این طور نگوید امک این جون. را من نمیگویم، تمامی دهه میگوید. ما بی آبرو شدیم، سببگار این دختر است. پدرت چی کار کرد؟ علی، کلی به من گوی. هیچ چیز. پاک نمودن ناموسی اویله همان بر دوش توست. من به تو باور دارم. سلاحی به تو دادم کجاست؟ در حجرم. رفت جانم، آن را بیار. مرحمت امک جون. بیا همراه من. با کجا می روی علی؟ ما باغی مالها را از نظر میگذرانیم. یعنی سبب مادرت را بردنشان آواز شدن شرطنامه با سینان بسته‌ات است؟ بله بابا ابراهیم. درباره شرطنامه تنها با من گفته بود. من به شما باوری دارم بابا ابراهیم، اما باز کسی دیگر هم از شرطنامه با خبر شده به سینان خبر داده است. وقتی اهل دیه به تو باور نکردن، من به رئیس همش رو فهماندم برای اثبات بیگناهی تو. شاید او خبر داده است. هم دخترش و هم خود از تهمت را بسیار دوست می‌دارم، لیکن برای به دیه ضرر رساندن دیده و دانسته این کار را نمی‌کنم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینها رو برای تو آوردم رئیس. خیر است؟ این چیز؟ با جنت عظیم تعلق دارد. فهمو؟ لیکن چرا اینها رو با من آوردی؟ من اینها رو چیکار میکنم؟ جنت کشته شد رئیس. چی؟ کی؟ درست شد. حیف شدی عظیم، حیف شدی. با عیب این دختر شده 2 نفرمون رو از دست دادیم سینان. کوششمون بیهوده است.
مادر دختر را چیکار میکنیم؟ بگذار ایستاد. در آینده لازم می شود او را به جای دیگر میفرستم. برفین را چی؟ شاید او را به قتل میرسانیم. دختر با ما میماند که چه نقشه خوبی در سر دارم. صبر کن. این همینجاست. محکم دار. فهمیدم مامک. کنی زودتر درو. نترس. رفتیم. این چی کاری کردگیتان که قریب کودک را قاتل میکردید؟ رفتیم. شکر که تیرهایش را خالی کرده بودم. گوش کنید اکا، علی پسر من است. زینب باشد دخترم. ناموس هم ناموس من است. شما با این کاردار نشوید. کاردار نشوید. اگر کاردار شوید مال و ملک را تقسیم میکنیم. جدا میشویم. هر کس برای خودش. تو چه ها میگویی حامد؟ من به این راضی نیستم. من گفتم رو گفتم اکد. دیگر این کار رو نکنید. میلش نمیکنم. به این هم فکر ناموس را کردن گناه شده. رفتیم. بیشوگی ها در اینجا چی میکوبند؟ درش هم گشوده. با او چی کار کردم؟ پسرم خواب است. آنها برای زینب شده و پسرم زیان میرسانند. نه، من به این اجازت نمیدهم. نمیگذارم. فرزندم، حبیب چای گرم فرمایم نشد. تشکر زیکو، نمیخوام. شبین باز دو چای گرم بیار. نه تشکر، لازم نیست. با اجازتتان. کمی می نشستید؟ نه اکنون رویم. بگذار بیمار استراحت کنم. شفای سلامت باشید. از شما سپاسگزاریم. تشکر. خدا شما خوش آمدید. و همه تا تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید. حالت خوب است؟
شاید گده چای دیگه ماما لاو کرمانچه زنه نه اته گده ترکی کرمانچه نزانی اته لاو کرنده خوشه اره ماشاءالله سبحان الله. محمد مادرت چی میگویند؟ هیچ. میگویند که رفیقت انسانی خوب بوده است. مادرم تو رو دوست داشتند. تشکر. من هم شما رو خیلی دوست داشتم. این رو با مادرت بگوی محمد. گروه گده چه ده بشه؟ دبه eti de çi de ye ez bir hez dikim demala de eti he de hevestin gedek çi de zavab re ha ez çi zanim Memo bavet bezan ayıp ya همه را جا به جا کردی؟ سحری بر وقت بخیر است عزیز. امک زیکو با من کمک کنید. کنی گبزن چی میخواهی؟ امک با من پول لازم. خدایا توبه از برای خدا بگو پول رو چیکار میکنی؟ امک زیکو باور کنید خیلی ضروره بسیار ضرور من با شما البته برمیگردانم. کنی با من نگر آدمانی تشکیلات تو را میجستند یا اینکه پول را به آنها میدی؟ امک به خدا به آنها نمیدیم. من برای وای خاندار میشوم ولی خاندار میشوم. خیلی دختری زیبای و با تمکین است. اگر شما او را بینی تو چیکار میکنی؟ شار زن و تو که لازم از همسرانت شرم نمیداری. به جای زن گرفتن فکری همسرانت را کن. با آنها سرابان باش مهربان باش. روی حیفی تو شرم نمیداری. حیفی تو همه را شرمنده کردی. امک همه شونید جناب میآید خودت را با او نشاندی. خوش آمده جناب. بخیر ازکو در اینجا چی بکه؟ کنی گفزم؟ چیزی نیست جناب. عزیز یک گوسفند را گم کرد جنگ کردم. فکر او دویم بزن هاست. با من گوش کن الله. این دیهی جنابی سوا است. آن کس باشد طرفداری تشکیلات. با من نگر اگر پول تشکیلات را خوردن آشکار گردد سلاح داران به سرمان بلا می آورند. احتیاط شو باز به سرت بلا ناری. خدایا کنی گوی شیر بچم احوالت چطور است؟ خوبم پدر. پهلوانی پدر البته خوبی. کمی صبر کن. حاضر این ملهم را با بدنت میمالیم از این هم بهتر میشه. از راستی صحت میشوم؟ البته میشوی پهلوانی پدر. جناب در دهه آبی کلان یک دکتر هست. محمد را تبابت کرد. بسیار دکتری خوب است. رفته او را بیارم. لازم نیست. باسی رو اسرارمون را فاش نکند. او این خیل آدم نیست جناب. میگویند که دکتر یا یاردم چی دستی راستی سینان است یا این که از خیشانی نزدیکش می باشد. او سینان را هم تبابت کرد. یعنی آدمی باوری ناک است. یعنی او سینان را تبابت کرده است. ها از آدمانی اوست؟ ها خیلی خوب.
گفته هایم را فراموش نکن که چه فهمو تو بازید سیمون. از پای کارت شو. برفین این چه احوال است؟ بیا رفتیم. بهوده کوشش نکنید. از من فایده نیست. من آدمی تشکیلات نمیشوم. شده هم نمیتوانی. بیا رفتیم. بیا. اکنون رو. به نزدیک یلمز رو. راست میگوید؟ بله. برفین. چی کار میکنید؟ این را گیر. شاید در راه لازم شود. کوه خطرناک است. گیر. شما نهاری هم نکردید. حداقل چای گرم بنوشید. نوشیدن نمیخواهم دیلو. ضیق نشوید. با خواست خدا مادرتان رو نجات میدهند. انشالله دیلو انشالله. لیکن چیکار کردنم رو نمیدونم. از یک طرف مادرم از یک طرف دیگر زینب و اونها یاری دادن نمیتوانم. عاجزم. چه خیل سرطان و در کدام سطح قرار داشتنی بیماری زینب رو نمیدونم. اگر میدونستم با او کمک میکردم. برای صحت شدنش کاری از دستم اومده رو میکردم. با من تنها گفت بیمارم. نصیحت نمیشوم. حداقل با من نتیجه های تشخیص در کردیلو. اگر اونها رو از زینب گرفته بیاری با او کمک کرده میتوانم. او با من نمیدهد. السلام علیکم آقای دکتر. علیکم بر سلام. خوش آمدید. حالی محمد بد شده مکزیکو. نه او خوب است. لیکن رئیس دیه همان جناب سبا پسر دارند. تمام اعضای بدنش داغ‌های سرخ برآورده است. احوالش روز به روز بد شده ایستاده است. با من میرفتید. اگر او را تبابت کنید ثواب می شود. میلش میرویم. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. من در بیرون شما را انتظار میشم. میرویم حاضر. دیلو کاری کردن نتیجه تشخیص رو از زینب بگیر. من برای دکتر نبودن اویلمون یگون کاری بد نکردم. دیگر به سخنانی امکم باور نکن. فهمیدی؟ علی کلی به من نگاه کن. شد از تو خفه نیستم. همهش گذشت. زیق نشد دادرتم. رفته تیار شد با مکتب می رویم. صبح بخیر. خوش آمدی دیلو. مرحمت درو. پیش از به مکتب رفتن تو رو دیدم خواستم. کاری خوب کردی. چند روز باز هم دیگر رو ندیده بودیم. من سلامتیت رو پرسیدنی بودم. خوبم دیلو. وای نتیجه تشخیصات رو دیدن میخواستم. مایش لیکن چرا دیدن میخواهی؟ شاید برایت کمک کرده توانم. کسی به من کمک کرده نمیتواند. زیرا دکترون علکای. میدونی زینب اگر آنها رو به من دهی کتاب‌های طبی رو مطالعه نموده به تو یاری رساندن میخواهم. لازم نیست دیلو. طاهر میفهمد. باور کن به آقای طاهر نشان نمیدهم. ببخش دیلو نمیدهم. برادران خواهش میکنم با من یاری دهید. من به آنقره رفتن میخواهم. التماس میکنم.
البته یاری میدیم اگر تو هم به ما یاری دهی. خدایا شما چی ها میگویید؟ شما را نفهمیدی ها؟ یس بر کجا؟ بیا نزدیک نشو نزدیک نشو میگویم. مرا پرانم میخوای ها؟ میپرونم ایستا میگم به تو جا میگریزی بیا اینجا بیا. تمام شد برگردید. با خدا نقشت رو خوب بازیدی. البته خوب میبازم. خودتان را با او نشان ندهید و قرارگاهی ده ویران روید. این لباسهایتان را هم عوض کنید. فهمیدین سینون؟ مستر با کجا گریخت؟ حالا با آن طرف. اما مرحمت آقای دکتر. آقای دکتر رو آوردم جناب. السلام علیکم جناب صبور. و علیکم بر سلام دکتر. مرحمت گذر. مرحمت گذر. گذارید. مرحمت بشینید. خوش آمدی دکتر. خوش آمدی. خوش باشید. اما من زبان کردی رو نمیدونم. هیچ گم نه. آوازات رو بارها شنیدم دکتر. در همه جا تو رو تعریف میکنن. دکتری خوبی میگویند. میگویند که مردرا با گپ میدروری؟ خدایا شما چی ها میگوید؟ کاری از دستم اومده رو میکنم. این وظیفه من است. شنیدم که سینان رو هم از مرگ نجات داده‌ای. میگویند که اگر تو نمی بودی سینان هلاک میشده است. تو رو هوسمند میکنم دکتر. نفهمیدم. برای چی باید مرا هوسمند کنید؟ برای خدمت هایی کرده‌ات. تشکیلات است تو قرضدار است. زکا رفته بیا. حاضر میارم. بیمار رو دیدن میخواهم. شتاب نکن. او رو میبینی. مرحمت آقای دکتر. این چیست؟ این چی معنی دارد؟ رد نکن. این حق توست. سینان نه تنها با تو خش می شود بلکه یکی از نزدیکان ماست. شما چی ها میگوید نمیفهمم. سینان با من نه دوست میشود نه خشم. تو از اولاد سینان نیستی مگر؟ پس کیستی؟ از کدام اولادی؟ من از یگان اولاد نیستم. من انسانم. یعنی تو از ملت ما نیستی؟ گربه و شالود دست شو از خانم بیناموس. باز ما را فریب داده به خانم در آمدی. تو چی حق داره که به خانه من میدرایی؟ گوش کن. فرزندم اون طرف ایستد و گربه‌ام دست نمیرسانی. فهمیدی؟ رفتیم آقای دکتر. رفتیم. آقای دکتر شما چی کار کردید؟ اکنون جنابی سبا پسرش رو نشان نمیدید. یک رو است. کودک حیف می شود. با او می گفتید که من کردم. کردی و ترک شدم با خواهش ما نمی شود. همون انسانیم. انسان. شما برای کودک بیمار رو دیدن یاری می دهید. من باید کودک را ببینم. دیگر علاج نداریم. شما باید حتما کودک را بینید. گیر. خسته نباشید. برای کار اگر به نزد زینب آمده باشی و در مکتب است. میدونم خاله جان. سحر وقتی به نزد زینب آمدنم روی مالم رو فراموش کردم. برای گرفتن شما رفته بیارم. نه از کارتان نمانید. خودم رفته میگیرم. مایلش رفت. اما که زیکا چی شد؟ بین آقای دکتر را آوردم. بسیار دکتر خوب است. تو را تبابت می کند.
پدرم چی؟ خاموش باش. پدرت نمیخواد که دکتر تو رو تبابت کنن. تو صحت شدن میخواهی یا نمیخواهی؟ میخوام، اما که دکتر زودتر مرا صحت کنه. با جوره هایم بازی کردن میخوام. زیغ نشو پهلوان، صحت میشوی. این بیماری گذرنده است، شاید به دیگر کودکان نیز گذرد. گرچنده به آنها تاثیر نکرده باشد هم ایم کردن در کار. فهمم. آقای دکتر ابله، تو در اینجا چکار میکنی؟ فکر پسرتون رو کنید، آخر او بیمار است. کودک از من است. تو کاردار نشو. از اینجا برای دف شو. دیگر به اینجا قدم نگذار. دف شو. اگر یک باری دیگر به این ده آمدنات رو بینم تو رو میپرونم. اگر یک باری دیگر این گونه آدمان را به خانه آری تو را دفع میکنم زکا. و یک بروده نانزار میشوی ابله. فهمیدم جناب. روید. زکا. لبه جناب. میگویند دخترت را به یک سربازی تور داده ای؟ باز ما را خبر نکرده از پیش خودکار میکنی زکا؟ جناب همین خیل شد. هم خدمتی پسرم محمد است. داماد کیست؟ از کدام ملت است؟ جوانی خیلی خوب، جانی خودش را در خطر گذاشته. محمد را نجات داد. گپ را دراز نکن زکا. من فکرم مرا فهمیدی. این جوان کرد است یا اینکه؟ او ترک است جناب. نمیشود زکا، نمیشود. در حال این کار را خاتمه میدهی، وگر نه من خاتمه بدیم. برفین را برید کم استراحت کند، پگاه به سفر ببراید. اما من تو به هیچ کجا نمیروی و شهر رفتن نمیتوانی. سربازان تو را دستگیر میکنند. چه مناسبت کردنشان را دیدی؟ در همین جا میمانی. سینان راست میگوید. یگانه راه نجاتت همینجاست. بر ضد کیها مبارزه بردنمان را دیدی. رو. خیلی با عقل بوده ای سینان. با آدمان لباسی حربی پوشاندنت فکری خوب بود. چه خیلی بد است مگر. یگان کار کردن نمیتوانید. متاسفانه دیلو بیماریش از حد گذشته است. دیلو زینب اومد. خوش آمدی زینب. چی حال داری؟ دیلو با تو تنها صحبت کرده میتوانم؟ البته. دیلو تمامی اعضای بدنم درد میکند. با من یگون دارو میدی؟ من آقای طاهر به شما چه شد؟ سرم چرخ میزند. حاضر فشارتان رو میسنجم. حجت به سنجش نیست. معلوم که پس شده است. کمی استراحت کنم میگذارد. اگر ممکن باشد آقای طاهر رو تنها گذاریم زینب. نباید با او چنین رفتار نمایی. او تو رو دوست می‌دارد. تو باشی او رو پسند نمی‌کنی.
گرچه محبتش را قبول کرده نخواهی هم با او گپ زن. خود را از او دور نکن. تو حق هستی دیلا. خوش آمده دمک زیکا. بخیر است پدر. با پدرت چی شده است؟ خوراک رو کی آورده باشد؟ به فکرم دیلو آورده است. اشتهای توام پسرم. و کجای نظر نکنم بیشوگی ها را میبینم. زینب در اینجا چی کار میکرده باشد؟ زینب؟ یگون واقعا شد. من شما رو ناراحت نکردم. نه، من ناراحت نشدم. من برای عذر پرسی آمدم. باور کنید به شما ناحقی کردم. مرا ببخشید. اگر توانید مرا ببخشید. شما لایق از همه چیزهای بهترین هستید طاهر. تقدیری بدم. آخر آنها هم دیگر را دوست می‌دارند، لیکن از دشمنی جانی بودنشان بیخبرند. خدایا این چه روز است؟ درست کارهای فرمودن را اجرا کن. زودتر بیایید. چی شد؟ چه واقعه؟ بایرام بیهوش شده است. بیهوش شده است. بایرام؟ پسرم بایرام. یا تماش بلند است. زودتر رفته لطه را دارا بی خلوبتر کرده بیار. زودتر. مبلغ این موها رو جمع نمودیم. تشکیلات از این زیاد میخواهد. عزیز پول نداریم. او راست میگوید. من از کجا اینقدر پول میابم؟ عزیز اینجا بیا. لبای مکیان زود رفته دکتر را بیار. گوی که من تو را فرستادم. جناب اجازت میدین؟ بسیار گپ نزن. زود رفته دکتر را بیار. تو هر دویتان به نزد من بیارید. برفین را به نزد آدمان خودمان برید، با آنها سپارید. آن طرفش را خودشان حل میکنند. اطاعت سردارم. به مکانت خوش آمدی. از این پس جنگاوری حقیقی میشوی. اکنون روید. تنی راهگرد. با دقت باشید. اگر مرا بیند باز خدیجه را میپوزد. خانه ایستازی لال. باز چی میخواهید؟ نگرید باز میپرسد که چی میخواهید. گمان نکن که مسئله برات از بین رفته است. تا جایش را به ما نگویی تو را آرام نمیگذاریم. چند بار گویم برات مرده است. دروغ نگوی برات مرده است گفته.
او را پنهان میکنی؟ کوششتان بیفایده. خودتان را عذاب ندهید. رفته مکه؟ خودت میدونی که کودک مرده است گفته بودی. خدا نشان ندهد. اگر با خبر شوند پسرم را زنده نمیمونند. خدا از قماندان مصطفی راضی باشد. انسانی خوب بوده است. برات را خونانده صاحب علم کرده به بوی رسانده است. صبر کنید و شما گپ دارم. تو کیستی؟ بخیر است، چی میخواهید؟ شما برات رو میجوید؟ بله. بگمانم برات برایتون خیلی ضرور است. بله. اولش این که زلال دروغ میگوید. برات زنده است. تو از کجا میدونی؟ دویمش من میدانم خانم زلال برات را چکار کرد. چکار کرده است؟ کنی گپ زن، زودتر. چرا ایستاده ای؟ امک چرا زود گویم؟ شما برات را میجوید، من باشم پول. تو غمی پول رو نخور. زودتر گپ زن. زلال برات را به یک قماندان داده است. قماندان باشد کودک را به وی رسانده است. و خدا زلال خودش گفت دکتر. ای پول چه می شود؟ این صبح خیلی بهتر می نموید. بگاه زینب به نزدم آمده بود. از من عذر خواست. دکتر ببرون برا گفتم. دکتر ببرون برا. بخیر است، چی بخیر؟